بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، الله سبحانه و تعالی شما را حفظ بکند و به شما برکه بدهد. به فضل و کرم الله سبحانه و تعالی امروز ما انشاء الله سبحانه و تعالی شروع میکنیم به آموزش یکی از کتابهای سلف این امت، یکی از اعتقادهای سلف این امت. تا امروز ما به شما یک چند کتابهای سلف این امت را شرح دادیم. کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی را 164 هجری 177 هجری وفات کننده را به شما شرح دادیم در 50 چند حلقه. به اجماع کتابشون را نقل کردند. بعد از این کتاب عمر ابن عبدالعزیز که امیر المؤمنین بودند، یکی از امام اهل سنت و الجماعت، کبار تابعین، 61 هجری تولد شدند، 101 وفات کردند. بعد از این کتاب اعتقاد امام الاوزاعی وفات کننده 157 هجری را گذاشتیم. حالا باشد این چهارمین کتاب اعتقاد سلف صالح هست که ما به شما بیان میکنیم و این اعتقادی آموزش اعتقاد ابو عبدالله سفیان بن سعید الثوری است. به عباره که به نامی که همه شما تا امروز خوب میشناسید، سفیان الثوری، سفیان الثوری رحمه الله تعالی است. البته که سفیان الثوری نام پرشان ابو عبدالله، پدر عبدالله، کنیهشان ابو عبدالله است. سفیان نامشان است. پسری سعید، پدرشان سعید ابن مسروق الثوری است. سال 97 هجری، تقریبا بعد از 13 سال ابو حنیفه تولد شدند. هم عصر ابو حنیفه رحمه الله هستند، هم عصر ابو حنیفه هستند، لیکن علمشون بزرگتر است. 97 هجری تولد شدند، در کوفه در عراق، و 161 وفات کردند، باز در عراق. یکی از بزرگترین علامه ها، امام های سلفی این امت هستند. برای همه مسلمین خیلی امام یکی از بزرگترین امام ها هستند. امام از جانب حدیث، امام حدیث، امام از جانب فقه، امام فقه، محدث، مفسر و یکی از کبار بزرگان اتباع تابعین هستند. تابعین میگن، تابع التابعین میگن، اتباع التابعین گفته میشد، تابعین گفته میشد. و انا همین سفیان الثوری رحمه الله صاحبی یکی از مذهب ها هستند. تا امروز شما میدونستید که در زمان سلف صالح یعنی 4 امام هستند که صاحب مذهب هستند. اولین اونها ابو حنیفه نعمان ابن ثابت 84 تولد شدند و 150 وفات کردند. بعد از این امام مالک 179 وفات کردند. امام احمد ابن حنبل، امام محمد بن شافعی، اینا است. اینا فهمیدید که این 4 امام هستند و 4 مذهب شما میدونید، مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. اما تا امروز اکثری امت اسلامی یکی از مذهب دیگر رو پیروی میکرد. خصوصا تقریبا 500 سال پیش، تا 500 سال پیش، تا 500-600 سال پیش
خیلی هم مذهب سفیان الثوری مشهور و معروف بود. بعضی از علما میگن تا زمان ابن تیمیه رحمه الله خیلی مشهور بود، پیروان خودی زیاد خودشون داشتند. یکی از مذهب‌های اسلامی بود که تا قرن 7-8 هجری مذهب ثوری گفتنی مذهب وجود داشت. یعنی قرآن و سنت را به فهم انا همین امام اهل سنت و الجماعت سفیان ثوری میگیرید. امروز هم هستند بعضی از کسایی که کتاب‌های سفیان ثوری رو دارن، شاگردهای سفیان ثوری رو دارن، به همون عقیده البته عقیده همه علما عقیده یک است، لیکن در باب فقه میگیم. بار دیگر میگیم مذهب در مسئله عقیده ربط ندارد. مذهب وقتی که میگیم فقه، مسئله های فقهی اجتهادی مذهب است. مذهب در مسئله فقهی اجتهادی تعلق دارد. اما عقیده همه یک عقیده است، بجز عقیده ابو حنیفه که در مسئله عمل رو از ایمان نگفتن، خطا کردن، دیگر علما رد زدن. دیگه مسئله در مسئله اصول دین اختلافی نیست. مذهب به مسئله عقیده اختلافی، مسائل اصول دین مذهب ربط ندارد. مسلمان همه مسلمانیم، اما مذهب در مسئله احکام است، اجتهادات است. پس مذهب سفیان ثوری هستند امروز کسایی که با هم کتاب میخونند، همون اجتهادی همون شیخه میگیرند. امام الذهبی میگن که هو یعنی سفیان ثوری شیخ الاسلام امام الحافظ سید العلماء العاملين في زمانه ابو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب الجامع. شیخ الاسلام امام الحافظ سید یعنی بزرگترین رهبری علمای عاملین عمل کننده ها در زمان خودش، رهبری همه علمای عمل کننده ها، ابو عبدالله سفیان الثوری کوفی، کوفه این شهر در عراق، کوفه بصره کوفه معروف است. مجتهد، مصنف کتاب نویسنده که یک کتاب جامع گفتنی کتاب را نوشتن وجود دارد امروز. لیکن افسوس که امروز طالب علم ها به علمای معاصر چسبیدند، حتی همین علمای معاصر را هم همین طالب علماش میگیرند. طالب علم های امروزه و طالب علم به کیم کجا میرود میبینید که یگان عالم در نزدش نشناسه است، کتاب های علمای سلف موجود است. بشر الحافظ چنینه که درباره سفیان ثوری میگه که سفیان فی زمانه کابی بکر و عمر فی زمانهما. سفیان ثوری در زمان خودشان به مانند ابوبکر و عمر در زمان خودشان است. الله اکبر. از این دیده فضل، از این دیده برکه، از این دیده بزرگی میشه که همون علمای بزرگی این امت بگوید که انمین سفیان ثوری به مانند ابوبکر صدیق در زمان خودش. در زمان ابوبکر صدیق آیا یگان کسی از ابوبکر صدیق بهتر بود؟ نبود. افضل این امت بعد از رسول الله ابوبکر صدیق است. در زمان عمر بعد از وفات ابوبکر صدیق افضل این امت عمر هستند. پر در زمان خودشان سفیان ثوری بهترین بودند، از همه افضل ترین بودند. سفیان ثوری چخیلی گفتیم 97 هجری در عراق شهر کوفه به دنیا آمدند. در همونجا نشأت گرفتند، یعنی به وایه رسیدند در کوفه. در اون وقت در صدر اولی بگیم عصر اول، عصر یکم، عصر دوم کوفه این شهر علم، شهر فرهنگ، شهر قرآن، شهر سنت، شهر فهمی سلف صالح انا اونجا بود. مثلا کوفه، بصره، شام، خراسان، این منطقه انا عیناً همین عقیده را داشت. در همونجا از عدد زیاد از علمای سلف علم آموختند. از کدام سلف؟ تابعین ها، از علمای تابعین، تا اینکه امام شدند. امام به درجه امامتی در علم حدیث رسیدند، به اهل حدیث امام شدند در زمان خودشون. وقتی که مشهور شدند امام شدند، خلیفه همون زمانه دولت کدام دولت بود؟ تا 128 هجری حکومت اموی بود. یعنی سفیان الثوری یک جوانیشان در زیر حکومت اموی گذشته است. اما ببینید
کودکیشون یک 2-3 سالگیشون در زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز گذشته است. اما بعد از اینکه به درجه علم رسند، بعد از تقریبا یک 30 سالگیشون حکومت عباسی خلیفه عباسی میاد. در زمانی که این سفیان الثوری رحمه الله یک عالم بزرگ میشوند، امام اهل حدیث میشوند، مشهور میشوند، حکومت عباسی بود، خلیفه بگیم عباسی بود، دولت عباسی بود. و همون وقت خلیفه امیر المؤمنین هم ابو جعفر المنصور بود. ابو جعفر المنصور معروف. و بعد از وفات ابو جعفر المنصور، پسر ابو جعفر المنصور مهدی بود. انا همین ابو جعفر منصور خیلی هم اذیت میدهد سفیان الثوری را، به خاطر چی؟ تا که قاضی شوند. اول ابو جعفر منصور اول ابو حنیفه رو خیلی اذیت میتید. اول خیلی ابو حنیفه رو اذیت میتید که قاضی بشه. گفته ابو حنیفه رحمه الله قاضی نمیشوند، در درون همون ترمه میزنند، ابو حنیفه رو میکشند. ابو حنیفه به شهادت میرسند. بعد از ابو حنیفه رو به قتل رسوندن، بعد از این سفیان الثوری رو شروع میکنند. ببینید که سفیان الثوری به خاطر قاضی نشدن، قاضی به تمام یک حکومت خیلی هم بزرگی همون وقت اسلامی، از شرق و غرب نظر بکنید، یک سرحدش حدود این دولت بنویت بزرگ، نصف عالم در زیر دست مسلمان ها میخواهند که در همین حکومت از همه کلانترین قاضی، بزرگترین قاضی میدونید کی است؟ همون کسی که در اساس قرآن و سنت حکم میبره، قاضی، بزرگترین آدم بعد از خلیفه، میخواهند که سفیان الثوری باشه. سفیان الثوری راضی نیست. ابو حنیفه راضی نشدند، ابو حنیفه را کشتن، زده. سفیان الثوری راضی نشدند، این طرف اون طرف نصف عمرشون به گریز گذشت. کوفه به روس میشدند، بصره به روس میشدند، میرفتن یمن، مکه، این طرف اون طرف، رویشون پنهان کرده میگشتند، کارهای پست کرده میگشتند، باغبانی، خرید و فروش، بعضی از چیزها که مردم نفهمه. یمن برفتند پنهان میگشتند که مردم نفهمد. یمن هم بالاخره فهمیدن که انمین آدم سفیان الثوری است، از یمن هم گریختند. برای چی؟ برای اینکه همین مردم میفهمید، بگیردشون مردم جمع میشد، فتوا میطلبید و امیری همون منطقه میفهمید، یک بار گفتگو شروع میشد. حتی اینکه در بصره در حالت پنهانی روستی میگشتند که وفات کردند. 161 هجری. ما در اول گفتیم کوفه، در کوفه تولد شدند، در عراق، در همون عراق شهر بصره رحمه الله وفات کردند. یعنی عالم شدن یک مشکلی سخت است، خودش مشکلی سخت است. از همین خردیت از یاد میکنی، شب و روز باید حرکت بکنی، نویسی، بحث، مناظره، رد و مناقشه باید ثابت استی. بعد از این طاغوت ها اگر باشد عذاب میتید. طاغوت نباشد و حکومت اون زمانه حکومت اسلامی بود، میخواست که سلطان این کس را قاضی بکند، نشدند از سبب تقوا و پرهیزگاری، زیرا که من حکومت هم کم کم قاضی را مجبور میکرد بعضی چیزها را، نشدند با گریز و مشقت. برای همین است که علما درجهشون بلند است. بارک الله فیکم. انا که شروع میکنیم به نشأتشون و طلب علمشون. بارک الله فیکم. موافق 97 هجری موافق به 716 میلادی میشد. در خلافت اموی سلیمان ابن عبدالملک در خراسان تولد میشوند. در روایت در کوفه، در روایت در خراسان. آیا سفیان الثوری اهل خراسان هستند؟ آیا سفیان الثوری فارس هستند؟ نه، فارس نیستند. سفیان الثوری عرب هستند. اما پدرشون وقتی که برای فتح خراسان، برای جهاد رفته بودند، همراهی زن و فرزندانشون، در همونجا سفیان الثوری هم در همونجا تولد میشن. عربی که در خراسان، در بین منطقه تاجیکا تولد شدند. و قول راجح همین است، کوفه نه و خراسان، لیکن اصل اجدادشون اهل کوفه است، کوفگی یعنی عراقی. خیلی که اینجا میگن کان ابوه مشارکا فی الحملات التي كانت ترسل الى هناك، یعنی پدرشون در همون هجوم هایی که جهاد هایی که مسلمان ها میکردن میرفتن و زنشون هم رفتن همونجا تولد شدن. بارک الله فیکم. پس یکی از سفیان الثوری رو، یکی از
اهل ثقات، ثقه گفته میشه، ثقه ها، یکی از ثقات کوفیین گفته میشه. و بعضی ها گفتند که سفیان الثوری یکی از صغار تابعین است. صغار تابعین یعنی تابعین میده هست. تابعینه که بعضی از صحابه، یک صحابه و دو صحابه رو دیده است میگن. خیلی که ابو حنیفه رو هم میگن که صغار تابعین، لیکن قول ضعیف است. ابو حنیفه هم از بعد از تحقیق میبینید و بعد از علما تحقیق کردنشون در علم رجال و علمایی که علمای محدثین علم رجال هستند و سفیان الثوری رو هم وقتی که علمای علم رجال تحقیق کردند، قول راجح و صحیح همین است که تابعین نیستند، بلکه از کبار اتباع التابعین هستند، بلکه شاگردان صحابه رو دیدن. خودشون صحابه رو ندیدن، شاگردان صحابه رو دیدن. ما گفتیم صحابه کسی که پیامبر رو دیده است، ایمان آورده است و با ایمان وفات کرد، با همین 3 شرط. تابعین کسی که صحابه رو دید، شاگرد شد، تعلیم گرفت، وفات کرد. اتباع التابعین کسی که تابعین رو دید و از تابعین تعلیم علم گرفت، یعنی شاگردی صحابه است. بارک الله فیکم. خیلی یک جوان زیرک بودن، در خردیشون پدرشون تعلیم میدادن در اول، بعد از این از علمای تابعین در زمان خودشون تعلیم گرفتند. مادرشون خیلی سخت سفیان الثوری رو به طلب علم حرکت میکنونیدند. یک روز گفتند که اذهب فاطلب العلم حتی اعولک بمغزلی، یعنی برو طلب علم بکن. فاذا كتبت عده 10 احاديث، وقتی که یک چند دهه یعنی یک 30-40 حدیث رو نوشتی، بعد از این نظر بکن که آیا تو رغبت داری، فانظر هل تجد في نفسك زیاده، نظر بکن به خودت که آیا تو میخواهی آموختن، نمیخواهی. اگر خواهی فتبعه، دوام ده، اگر نخواهی گشته بیو. یعنی معنای سخن مادری سفیان ثوری همین است که ای پسری من، رفت یک چند دهه از حدیث ها را نویس، از یاد کن، آموز. احادیث فقط از یاد کردن نه، از یاد میکنید سنداش میبینید، علمی هم به سند، هم به متن، هم به فهم. بعد از این یک بار 20 فکر کن که آیا تو هوس داری، میخواهی خوندن، بخون، نخواهی نگرد تنخیل، بیا به من یاردم کن. این نصیحت مادری سفیان الثوری به امروزه طالب علم هم هست. بسیارش میرود میگردد این طرف اون طرف، نمیخواند، چیکار کردنش معلوم نیست. نه خیر در دنیا، نه خیر در آخرت. نه دنیا دارد نه آخرت دارد، نه علم دارد نه کار دارد. کسی که علم نمیخواند، خودش علم خونده شده گفته نگردد، وقت بیهوده نگذارد. نتوانستی بعد به دیگرش کار مشغول شو، به امت اسلام از جانب دیگر کمک کن. بارک الله فیکم. همون سفیان الثوری وقتی که خردسال بودند، در حالت خردسالشون مشهور شدند، می نشستند تعلیم میدادند به مردم در جوانیشون. بلکه ولید ابن المسلم میگه که انه رأى سفیان الثوری بمکه یستفته ولم یکن شعر لحیتی قد نبت بعد. میگه که ولید ابن مسلم، من میگه سفیان الثوری رو در مکه دیدم که فتوا میدادند، مفتی شده بودند، در حالتی که حالا ریش برآورده نبودند، حالا ریش نداشتند لیکن عالم بودند. فضلشون بزرگ است، رحمه الله. اما معروف است که یگان عالمی مخلصی، یگان عالمی که همچون امام اهل سنت و الجماعت نامشون مانده باشد نیست، مگر اینکه به محنت، یعنی به ابتلا، به سنجش گرفتار شده است. یکی از علما میگن که من تمام تاریخ انسانهای بزرگ رو خوندم، تمام تاریخ علما رو خوندم، یگان نفر عالم امامی رو پیدا نکردم که نامش مانده باشد. یعنی امام های رو دیدم که نامشون مانده هست، امام گفته می شوند، امام اهل سنت گفته می شوند، همه مردم اونها رو دوست می دارند و مشهور هستند. دیدم که همهشون به ابتلاهای سخت گرفتار شدند.
بله امروز بسیاری من شما حواس میکنیم که به مانند سفیان الثوری باشیم، به مانند امام البخاری باشیم، ابن جریر الطبری باشیم، به مانند ابن تیمیه باشیم، به مانند دیگر از علما باشیم. همه این علما ابتلا شدند. هر انسانی که بزرگ نامش ماند امام اهل سنت گفته می شود، بدانید که همه اینها چقدر عذابهایی کشیدند، چقدر به بالشان وزنینی ها، مشقت ها، سنجش ها آمد. بعد از این امام شدند. امام اهل سنت شدن همین تکیه کرده در منبر ورق طاغوت خوندن که امام اهل سنت نمی شود. ایشان بابای اینا آن گفته به همه میره، این خیلی امام، اینا امام اهل سنت نیستند، اینا علما و سو علما طاغوت هستند. امام اهل سنت و الجماعت همیشه در محنت و مشقت از سبب حق گوییشون، به سبب حق گوییشون الله اینها را زنده نگه داشت. در زمان سفیان ثوری چقدر علماهای زیاد بودند، علما بودند هزارها، لیکن از سبب مثلا ابتلا و مشقت، بعضی از صبر نکردن و یا که بعضی از اینکه در حالتهای اکراه مثلا رخصه رو گرفتن، نامشان کمتر مانده است. اما علمایی که ابتلا شدن، حق گفتن، ثابت شدن، الحمدلله امام اهل سنت بعد از وفاتشون معروف شدند. بعد از اینکه ابو حنیفه رحمه الله را در درون ترمه همون خلیفه عباسی ابو جعفر منصور به قتل رسانید، یعنی بعد از اینکه ابو حنیفه وفات کردند، به سبب اینکه قاضیگی را قبول نکردند وفات کردند. انا همین ابو جعفر المنصور از گرد و اطرافش مشورت خواست که همین قاضیگی به کی زیبنده هست، از همه بهترین آدم قاضیگی کی است در همین امت اسلام؟ گفتند که سفیان الثوری است. گفتند که سفیان الثوری اعلم اهل الارض، در بالای همین زمین از همه داننده ترین عالم امین است. ابو جعفر المنصور آدمش فرستاد به سوی کوفه که بروید بگویید که سفیان ثوری بیاید و قاضی شود. سفیان ثوری قبول نکردند، از کوفه گریختند، فرار کردند به سوی گجا مکه تا سال 155 هجری، زیرا که ابو حنیفه سال 150 هجری وفات کرده بودند. سفیان ثوری وقتی که فرار کردند 5 سال در مکه زندگی کردند، 5 سال همجا فرار کردند و همجا زندگی میکردند تنها. انا این خلیفه عباسی ابو جعفر المنصور دیگه خاموش نمیشد، میخواست که سفیان ثوری بیاید. یک نماینده خودش به مکه فرستاد که ندا کرده، میگفت که هر کسی که سفیان ثوری را دستگیر کرده یافته به عراق بیارد یا به شام بیارد، به دست انمو خلیفه عباسی عراقی بود ابو جعفر المنصور اگر دستگیر کند، برای این 10,000 سبحان الله 10,000 دینار داده میشد. سفیان ثوری دیدن که در مکه زندگی کرده نمیشود، آدم ها شناختند، برای پول شده سفیان ثوری را قریب دستگیر کردند. سفیان ثوری از مکه با گریختن عراق به، لیکن کوفه به نیو بصره به، و در بصره پنهان کار میکردند. کارشون پاسبانی بود، یک باغ پاسبانی میکردند، جیم زندگی میکردند. لیکن آهسته آهسته مردم باز به سبب بعضی فتوا بعضی انسان ها اومدن شناختند. وقتی که مردم شناختند، اهل حدیث به پیششون شتافتند. ماشاءالله علمای اهل سنت ابو جعفر منصور فهمید که اینجاست. از اینجا سفیان ثوری فرار کردند، از بصره این دفعه فرار کردند، به یمن رفتند. یمن و در یمن سبحان الله سفیان ثوری یکی از بهترین علمای اهل سنت را بعضی از آدم‌های جهلا تهمت کردند به دزدی. گفتن این دزدی کرد، اون کرد، وای کرد، لیکن این تهمت بود به سر شیخ. ببینید علمای کبار را چقدر تهمت هم میکردند. امروز هم این خیلی تهمت ها زیاد است. سفیان ثوری را متهم کردند به دزدی کردن و به تهمت های شاهد های بر دروغ به حاکم یمن دادن. حاکم یمن فهمید که این سفیان ثوری است، گفت که نه این دزد نیست، لیکن گفت توی ما دستگیر میکنیم، باید تو روی، تو باید در کوفه قاضی مسلمان ها شوی.
یا که از یمن بگریزی فرار کنی. اجازت هست که گفت خیر روی. سال 158 هجری از یمن برآمدند به مکه. ببینید تقریبا 10 سال ایشون گریخته گشتند، گریخته فرار کرده ایستند. در مکه بودند که ابو جعفر منصور حج می آید و بالاخره خبر میاد که سفیان ثوری در مکه است و امر میتید، با یک بار دیگر امر میکند ابو جعفر المنصور که قپیده بیارید، اگر سفیان ثوری در مکه باشد دستگیر کنید. از اینجا بو میگریزند. البته یک بار نمیگریزند، اول همون سطری خانه ستاره پرده خانه کعبه هست، انا همون میقپند. این سنت است که هر کسی که همون خانه کعبه پردش قپیده گفت که من راضی نیم، من به حرمت خانه کعبه که هست امان تید، من به نرسید گوید، در اصل باید امان داده شد. بارک الله فیکم. و همین حادثه ها بود که ابو منصور کسل می شود و وفات می کند. ابو منصور وفات کرد. خود ابو جعفر المنصور وفات کرد، همون خلیفه که میخواست سفیان ثوری رو، لیکن بجایش فرزندش میاد. بجای ابو جعفر المنصور مهدی می آید. یک باره یکم امرش ثوری را یافته بیارید، سفیان ثوری را بیارید اینجا باید حاکم شود، لیکن قاضی شود نه. انکنون مهدی پسری ابو جعفر المنصور غضبش سخت بود، چرا پدرم اطاعت نکرد؟ گفته میگه که انکنون سری ثوری را بیارید. سفیان ثوری را هر کسی که زنده یا مرده میبرد، من به او گفت پولهای مبلغهای خیلی بزرگ میدیم. مجبور شدن سفیان ثوری از مکه بار دیگر به بصره فرار کنند و در بصره در خانه یحیی بن سعید القطان، یکی از دیگر علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت، سعید القطان، یحیی بن سعید القطان محدث، در همونجا یک مدت زندگی کردند که شاگردهاشون با مشهور شدند، با زیاد شد و به خانه عبدالرحمن ابن مهدی رفتند و در همین بصره پنهان در بین خانه های مسلمین علمای اهل سنت می گشتند که بالاخره وفات کردند و سفیان ثوری رو دستگیر کرده نتوانستند. اما ببینید که سفیان ثوری 11 سال فرار کردند، از 150 هجری تا 161 هجری وفات، یعنی فرار کردند. در خراسان تولد شدند، اصلشون از کوفه است، در بصره وفات کردند و در سال 161 هجری در بصره موافق به سال 778 هجری در حالتی که پنهان روس میگشتند وفات کردند و جنازهشون فجأتا برای اعلان کرده شد و خیلی مردم زیاد در جنازهشون اشتراک کردند. پس ببینید 97 61، یعنی در سنی 64 سالگی، در سنی 64 سالگی وفات کردند. بارک الله فیکم. آیا سفیان ثوری فرزند داشتند؟ سفیان ثوری فرزند از خودشون نموند. برای چی؟ برای اینکه یک فرزند داشتند، فرزندشون پیش از سفیان ثوری وفات کرد. فرزند سفیان ثوری پیش از سفیان ثوری وفات کرد. بارک الله فیکم. بعد از وفات سفیان ثوری فرزند از سفیان ثوری نموند. میراث سفیان ثوری همیشه به خواهرشون و به جیانشون رفت. بارک الله فیکم. و کتاب‌هایی که سفیان ثوری نوشتند، جامع الکبیر، الجامع الکبیر کتاب سفیان ثوری و کتاب الجامع الصغیر کتاب سفیان ثوری و کتاب الفرائض میراث و بعضی از دیگر کتاب‌هایی که نقل میکند شاگردهایشون. و یکی از علمای گفتیم محدثین اهل حدیث بودند، خیلی علمای بزرگ اهل حدیث بودند. همه علمای محدثین از سفیان ثوری حدیث روایت کرده هستند و در مسئله قرائات حافظ قرآن بودند، علم قرائات به خیلی متقن بودند، تفسیر مفسر بودند
مکانت خیر درجه دینیتشون معروف است که امام اهل سنت و الجماعه. سفیان ثوری را درجه شون همه میداند. چه که سخن ذهبی گفتیم، شیخ الاسلام امام الحافظ سید العلماء العاملین فی زمانی گفتیم. عبدالله بن مبارک میگن که كتبت عن 1100 شیخ ما كتبت عن افضل من سفیان. عبدالله بن مبارک میگن که من از 1100 علما، از 1100 شیخ حدیث نوشتم، علم نوشتم، اما مثل سفیان ثوری بهترین رو ندیدم. از همه بهترین، از 1100 شیخ بهترین اونها سبحان الله در زمان اتباع التابعین بهترین اونها کی بود؟ میگن که انا همین سفیان ثوری بود. میگن این عبدالله بن مبارک میگن. ایوب السختیانی یکی از علمای سلف دیگر اتباع التابعین میگن که ما لقیت کوفیا افضله علی سفیان، من یگان کوفی رو ندیدم که افضل از سفیان باشد، سفیان ثوری. سبحان الله. یونس ابن عبید میگه که ما رأیت افضل من سفیان، من از سفیان ابن الثوری دیده افضل کسی رو ندیدم. وقتی که این سخن رو گفتن به او گفته شد که فقد رأیت سعید ابن جبیر و ابراهیم و عطا و مجاهدا، اینها تابعین بودن. سعید ابن جبیر تابعین، ابراهیم و عطا و مجاهد اینها تابعین بودن، مجاهد مولا ابن عمر و غیره. با یونس ابن عبید گفتن که تو آخر تابعین رو دیدی، سفیان ثوری از اونها پایانتر از درجهشون، برای چی سفیان ثوری از همه بهتر دیده تو باشد؟ گفت که هو ما اقول ما رأیت افضل من سفیان، من همین سخن از گفت از سفیان ثوری بهتر ندیدم. یعنی سفیان ثوری رو از اونها هم بهتر گفتن، از این علما بهتر گفتن. عبدالرحمن ابن مهدی میگن که ما رأت عینی افضل من 4، چشم من میگه، عبدالرحمن ابن مهدی یکی از علمای سلف، چشم من میگه از 4 نفر بهتر رو ندید. میگه من همین چشمم بهترین کسی که دید 4 نفر است. ما رأیت احفظ للحدیث من ثوری، از همه حافظترین، احفظترین یعنی حفظش به قوتترین در حدیث از سفیان ثوری دیده کسی رو ندیدم. سفیان ثوری در مسئله حدیث، حفظ حدیث از همه به قوتتر بودن. شما بگید که بخاری چی؟ بخاری بعد از تقریبا 30 سال یا 35 سالی سفیان ثوری آمده است. 194 هجری آمده. این کس 161 هجری وفات کرد. ولا أشد تقشفا من شعبة ولا أعقل من مالك ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. يحيى بن سعيد القطان میگن که ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدل أحد عندي وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. سعید القطان میگن که بر من دوست داشته ترین شعبه است از شعبه دیده در همین حالت که هستم زنده کسی نیست، اما وقتی که سخنی شعبه و سخن سفیان ثوری به همدیگر مخالفت کند، من سخن سفیان ثوری رو میگیرم. اگرچه شعبه رو زیاد دوست میدارم. و انا همین یحیی بن سعید القطان یکی از علمای سلف گفتن که سفیان الثوری فوق مالک فی کل شیء. سفیان الثوری، امام سفیان الثوری بالا از مالک میستد در همه چیز. این دلالت میکند که سفیان الثوری بالا از ابو حنیفه میستند. ابو حنیفه در باب عقیده مشکلی داشت، عمل رو از ایمان نیست میگفتن. پیش از در اول در مسئله کلام الله مشکلی داشتند، به شاگردشون یعقوب ابن ابراهیم ابو یوسف القاضی تقریبا 6 ماه بحث مناظره کرده بود. سفیان ثوری به مراتب از ابو حنیفه بالاتر میست، به مراتب. عباس الدوری میگه که رأیت یحیی بن معین لا يقدم على سفیان احدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وفي كل شيء. عباس الدوری میگه که من یحیی ابن معین را، یحیی ابن معین معروف است، کبار محدثین سلف. یحیی ابن معین میگه از سفیان الثوری هیچ کسی را پیش نمیدونست. در زمانش از همه پیشترین کس سفیان ثوری بود. میگه در نزد یحیی ابن معین در باب فقه هم، در حدیث هم، در زهد هم، در همه چیز میگه. الله اکبر. عبدالعزیز ابن ابی رمزه میگه که یک مرد به شعبه گفت که خالفک سفیان، ای شعبه، سفیان به تو مخالفت کرد در یک فلان فتوای.
شعبه میگه که دمغتنی، نفسم رو گردونیدی میگه. یعنی معنای این گپ می که من مخالفت ندارم، سفیان چیزی که گفت همون است. مثلا ابن صباح میگه که سفیان عالم الامه و عابدها، سفیان این عالم این امت است و عبادت کننده این یکی از عابدها است. و ابن ابی ذئب میگه که ما رأیت اشبه بالتابعین من سفیان الثوری، من یگان نفر رو ندیدم که مانند به تابعین باشد بجز سفیان ثوری. این دلالت میکرد که سفیان ثوری تابعین نبودن، تبع تابعین بودن. فهمیدید؟ تبعی تابعین بودن، تبع تابعین یعنی اتباع التابعین کبار بودن. لیکن احمد ابن حنبل رحمه الله میگن که اتدری من الامام؟ آیا میدونی که امام کیست؟ الامام سفیان الثوری گفتند. امام این سفیان ثوری است گفتند. لا یقدمه احد فی قلبی، در قلب من در همین مسئله امامت و در همین اهل زمان من در مسئله علم یگان نفری رو از سفیان ثوری در قلبم پیش نمیدونم. الله اکبر، سبحان الله، لا یقدم احد فی قلبی. سفیان ابن عیینه، البته سفیان ابن عیینه جوانتر از سفیان ثوری هستند. ما دو سفیان داریم، هر دوشون هم امام اهل سنت هستند، هر دوشون هم ثقه هستند، عدل هستند. یکیشون سفیان ثوری 97 به دنیا آمدند و 161 وفات کردند، سفیان ثوری. اما سفیان ابن عیینه بارک الله فیکم، سفیان ابن عیینه سن سالشون پایانتر است و سفیان ابن عیینه تقریبا 10 سال خورد از سفیان ابن ثوری هستند. سفیان ابن عیینه 107 هجری به دنیا آمدند و 198 از دنیا گذشتند. یعنی بعد از 35 سال، قریب بعد از 35 سالی وفات کردن سفیان ثوری بعد وفات کردن. سفیان ابن عیینه 10 سال خورد از سفیان ثوری هستند، لیکن عمرشون درستر بود از سفیان ثوری. الله عمرشون رو درستر کرده بود. بارک الله فیکم. فهمیدید برادر عزیز؟ سفیان ابن عیینه میگویند که بارک الله فیکم در حق انا همین سفیان الثوری جالست عبد الرحمن بن القاسم وصفوان بن سلیم و زید بن اسلم فما رأيت فيهم مثل سفیان. من به همین علماهای بسیار عبدالرحمن بن قاسم، صفوان بن سلیم و زید بن اسلم نشستم، لیکن یگان نفرشون رو همراه به مانندی کی ندیدم؟ به مانندی سفیان ثوری ندیدم. میگه سفیان ابن عیینه میگه که بهترین کس کی است؟ سفیان ثوری است، علمای سلف. امام الاوزاعی میگند، همون اوزاعیه که ما به شما بیان کردیم که 4 سال پیش از سفیان ثوری وفات کردند. 157 هجری وفات کردند. سفیان ثوری باشد 161 هجری وفات کردند. امام الاوزاعی میگن که در حق سفیان ثوری لو قیل، اگر گفته شود که اختر لهذه الامه رجلا يقوم فيها بكتاب الله و سنت نبی لاخترت لهم سفیان ثوری، اگر به من گفته شود که اختیار کن یک مردی رو برای این امت که این امت رو به کتاب الله و به سنت رسول الله زنده بکند و حکم کند و نگاه بدارد، من گفتن حتما اختیار میکنم سفیان ثوری رو. الله اکبر. یحیی بن اکثم میگه که سفیان ثوری رأسا فی الحدیث، میگه رأس حدیث میگه، و ابو حنیفه میگه رأس در قیاس است، و کاسائی میگه رأس در قراء است، قرائت است. اما میگه در زمان ما یگان رأس در یگان فن نمانده است. میگه وکی ابن جراح میگه که کان سفیان بحرا، سفیان بحر بود یعنی علم. ابو بکر الخطیب میگه که كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين مجمعا على أمانته بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. امام از امام های مسلمین بود، علم از اعلام دین بود که همه علما اجماع کرده بودند به امانتش و همه تزکیه داده بودند و همه میگفتند که حافظ است، عالم است، فقیه است. و
انا این بود امامی که ما به شما میخواهیم کتاب همین امام رو، عقیده همین امام رو، نوشته همین امام رو به شما بگوییم. امامی که شاگرد سلف است. انا این خیلی امام ها رو باید پیروی کرده شود. انا عقیده ما رو پیامبر گفتن که از همین خیلی امام های سلف بگیرید. عقیده این سفیان ثوری چه خیلی عقیده بود؟ عقیده اشون در باب ایمان میگفتن که ایمان قول است و عمل است، زیاد و کم میشد. عقیده شون این بود که یگان کس رو مطلقاً جنتی یا دوزخی گفته نمی شود بجز همون 10 یاری بهشتی یا بجز کسایی که مشرک وفات کرد، بعد از مشرک وفات کردنش، اما در حالت زندگی نمیگید. بارک الله فیکم. و شاگردهای زیاد دارن، خیلی شاگردهای زیاد دارن. شاگردهای یکی از شاگرداشون شعیب ابن حرب است و ما چیزی که نقل میکنیم در آینده اعتقاد سفیان ثوری رو در حلقه آینده نقل میکنیم از همین شعیب ابن حرب است. شعیب ابن حرب استادی دیگر از علمای بزرگ است. مثلا احمد ابن حنبل میگن از شعیب ابن حرب هم تعلیم گرفتند. شعیب ابن حرب از سفیان ثوری گرفتند. بارک الله فیکم. پس یکی از امامهای بزرگی سلفی این امت، یکی از بزرگترین امام اهل سنت و الجماعت این کی است؟ سفیان الثوری هست رحمه الله رحمتا واسعه. کسی که به خاطر این دین زندگی کرد و به خاطر این دین وفات کرد. و ان شاء الله سبحانه و تعالی با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم. شما سفیان ثوری رو شناختید و در حلقه آینده ان شاء الله اعتقاد سفیان ثوری رو از گفته نقلی که شعیب ابن حرب از استادشون میکند به شما نقل میکنیم. سخنهای سفیان ثوری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.